افشاگری جنجالی محمدحسین میثاقی روی آنتن شبکه 3 از فساد و رسوایی قداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فوتبال ایران. درست کوچیک کرده. چرا کوچیک کرده؟ آقای میثاقی دنبال چی میگردی؟ رد شو لطفا. نه آقا من میگم شما آقا چه فامیل بازی؟ آقا چیکار کردیم ما؟ دیگه نگید دیگه. الان من به شما گفتم کجای کارگیره. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم حتما لایک کنید. پوریا متولد چنده؟ با منی؟ کس دیگه توی استودیو 1371. پس یه مدرکی که وجود داره برای اینکه ایشون 1369 چیه؟ هیچ اون مدرک فیک. 69 فیکه؟ بله. الان 1371 طبق شناسنامه‌اش. مگه شناسنامه شما قبول ندارید؟ نه میگم آخه بعد 20 سال انگار یه شناسنامه دیگه گرفته. نه ایشون از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه شد 71. یعنی برای داوری نیومد. شناسنامه شد قبلش چند بود؟ 69 بود. خب 2 سال ثغره فره دیگه. پس برای داوری نداره. این سن واقعیش 71. شما میگی 69. میگم آقا متولد چنده شما میگی 1371 طبق شناسنامه. خب بچه الان میگی 69. میگم تو این ثغره کرده، میگم 2 سال شناسنامه‌اش کوچیک کرده. خب چرا کوچیک کرده؟ مشکل چیه؟ مشکل نداره بریم کوچیک کنیم آقا. من اصلا نه یه لحظه وایسا. اگر خلاف کوچیک کرده شما که جلوشو بگیرید. آره کوچیک کردن مگه خلاف؟ نه درست کوچیک کرده. یعنی شناسنامه‌اش 71 طبق شناسنامه است دیگه. از اول 69 اشتباه بوده، 71 درست بود. یعنی اون روزی که شما به دنیا آمد رفتید شناسنامه بگیرید اشتباه 69 زدن به جای 71. آقای میثاقی دنبال چی میگردی؟ نه آقا من میگم شما آقا 50 نفر تو داوری کشور همین کارو کردن. چرا؟ مگه داور سنش کمتر باشه آپشنی محسوب میشه؟ نه از اول موقعی که ایشون شناسنامه‌اش گرفت 69 بود. درسته؟ شما حالا بهتر. بله 69 بود. ولی شما اون موقعی که 11 سالش بود رفت تو دادگاه طبق اسناد رسمی دادگاه 71 شد. من میدونم اون آخه چه دادگاهیه که 69 که رفت دیگه؟ همون دادگاهی که ساله است کار همون انجام میده. قانونی پس 2 سال ثغره سن داره. بله قانونی. ولی متولد 69. رد شو لطفا. گفتم دیگه من توضیح دادم. پس 71 شد که مثلا جوانان قضاوت بکنن. بازی بود، بازی فوتبال کردن بازی بود نه قضاوت. رفتی پس چرا میگی خیلی از داورا این کارو میکنن؟ من میگم هستن آدمای معمولی هستن تو چا بین شما الان اینجا پشت باشه هستن آدما خانم‌ها هستن. اینجا کسی ثغره داریم بچه‌ها اگه دارید بگید به نام چند ثغره ای تو. آقای افشاری میگه هست بین آدمای معمولی. برای فوتبال من شنیده بودم. من برای فوتبال بود آقا، برای داوری که نبود. من به حرفم توجه نکردید. 10 سال قبل از اینکه بیاد تو داوری فوتبال. من که توضیح ندارم، امیدوارم که متوجه شده باشید که چه اتفاقی افتاده. ولی پوریا داور خوبیه. بزرگترین مشکلش اینه که من پدرش از کیفیت داوری تا اینجا راضی بودید، یه ذره اشتباهات بیش از حد نبوده. اول حس خودتون رو میگید قبل اینکه راضی نیستم. من خودم اون چیزی که دوست دارم نیست. بعضی از تصمیمات بسیار تصمیمات بدیه که واقعا دل هر کی رو به درد میاره. هر کسی که از داوری متضرر شده کاملا عذر میخوام و میپذیرم اشتباهات اونها رو. ولی بعد از چند دقیقه از گذشت برنامه تناقضی در حرفایش دیده میشود. نمیتونم همه‌شو قبول بکنم که یکی از فرزندانش مثلا ناظر باشه، یکی از فرزندانش داور فوتبال باشه، یا یکی داور فوتسال باشه، اون یکی هم داور فوتبال باشه. اشتباهش چیه؟ آقا موقع توانایی داره بقیه اعضای خانواده نیان تو داوری، حساسیت ایجاد میکنه. ایجاد کنه. خب مشکلش چیه؟ مشکلی اگه فکر آقا مشکلش چیه؟ من مشکلش چیه؟ مشکلش همینه که میبینید حساسیت الان شما دوستان شما الان اینجا همه جمعن. مشکلش چیه؟ از 5 نفر حداقل یکی یه شغل دیگر رو انتخاب بکنه. مشکلی نداره. آقا مشکلش چیه؟ نمیخواد انتخاب کنه. شما الان خودتون یه نفر دیگه رو میبینید توی ارگان دیگه، نهاد دیگه، توی وزارت خونه دیگه داره کار میکنه، بعد 5 تا بچه‌ش 5 تا اونجا حساس نمیشین. تو اشتباه من این بچه‌ها چی مشکلشون چیه؟ خب اشکالش اینه که میگن فامیل بازی میکنید. خب چه فامیل بازی؟ آقا چیکار کردیم ما فامیل بازی؟ اصلا فشار رو خانواده خودتون دارید زیاد، رو پوریا زیاد میکنید، روی دامادتون همینطور، روی بقیه اعضای خانواده‌تون. داور باشن و خوب قضاوت کنن و کارشون بلد باشن، به موقع حقشون از داوری فوتبال میگیرن. ویار هم میذاره بحثش فرا فوتبالیه اونجوری که من متوجه شدم از صحبت‌های آقای افشاریان. خواهش دارم دیگه نگید تو هیچ برنامه‌ای. چرا؟ دیگه نگید دیگه. الان من به شما گفتم کجای کارگیره، باز به ما گیر ندید، به فدراسیون، به مرکز لطفا گیر ندید. تا کی گیر ندیم؟ تا موقعی که خودت بتونی حلش کنی. آقا ما هدستو گردن گرفته بودیم، هدست شما پولش ندادی. اتفاقا من یه بار گفتم آقای افشاریان گفتش بگید بخره خود فوتبال برتر. نه اصلا منو خواستی که بعد سوال کنیم. اصلا هر چی خواستی بپرس. اگه میخواد شما صحبت کنید که خب نه من هستم که تا هر وقت خواستی هر سوالی میخوای بپرسی فقط اسم زنم و نوای زنم من میخوام اسم بگم کیه چه کار هست کارش. باز حداقل اونا راه و روش‌های پیچوندن و ماسمالی کردن رو بلدن که افشاریان اونم بلد نبود، ولی در آینده یاد میگیره. برای دیدن ویدیوهای جنجالی سلبریتی‌ها حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله‌ش هم بزنید تا از آخرین و جدیدترین ویدیوهای جنجالی ایران با خبر بشید. ممنون از همراهیتون.